مرد در حال سیر و گشت کردن در یکی از جنگل‌های افریقا بود. ناگهان آوازی غرشی دهشتناکی حیوان به گوشش رسید. به پشت سرش نگاه کرد. دید که شیر گرسنه با سرعتی بالا به طرفش دویده ایستاده است. مرد وحشت زده شد و پا به فرار گذاشت. شیر گرسنه باشد به او نزدیک و نزدیکتر می شد. ناگهان مرد در سر راهش چاه را دید که ارغمچین از بالا به داخل آن آویزان بود. به یگان فکر و اندیشه زود خودش را به داخل چاه انداخت و از ارغمچین آویزان شد. شیر در لب چاه نعره می کشید و منتظر ماند تا اینکه مرد از آن بیرون آید. مرد که از چنگالهای شیر نجات یافته بود نفسی عمیق کشید، اما وقت به زیر چاه دقت کرد دید که آنجا تمساحی بزرگ به طرف بالا جست و خیز کرده ایستاده است و نزدیک است که با دندانهای تیزش پایهای مرد را بگیرد. مردی بیچاره در فکر یافتن راه نجات از این وضعیت بود. گاه به طرف بالا نگاه میکرد و گاه به سمت پایین. در این حالت ناگهان چشمش به دو موش افتید که یکی سفید بود و دیگری سیاه. این دو تا موش از پایین چاه به ارغمچین چسبیده به طرف بالا می آمدند و در عین زمان ارغمچین را می جویدند و می خاییدند. مرد که خیلی ترسیده بود سراسیموار ارغمچین را با پایهایش تکان میداد تا اینکه موشها بیافتند، اما این کار فایده نداشت. موشها ارغمچین را خاییده به مرد نزدیکتر می شدند. به خاطر شدت تکان دادن ارغمچین مرد به دیوار چاه برخورد می کرد. در این حالت احساس کرد که بدنش به یک چیز نرم رسیده ایستاده است. با دقت بیشتر که نگاه کرد دید که در دیوار چاه لانه زنبوری عسل قرار دارد. دستش را به درون لانه کرد و انگشتانش با عسل آغشته شد. وقت انگشتانش را لیسید از شیرینی عسل لذت برد. فرصت را غنیمت شمرده به خوردن عسل مشغول شد و خطر شیر و تیمساح و موشها را فراموش کرد. این مرد در حالی که انگشتانش را میلیسید یکباره از خوابش بیدار شد. خوابی ناراحت کننده بود. به این خاطر تصمیم گرفت نزد عالم رود و تعبیر و تفسیر خوابش را بپرسد. عالم بعد از شنیدن نقل آن مرد گفت: تعبیر و تفسیر این خواب خیلی آسان است. شیری که به طرفتان میدوید مرگ شماست. چاهی که در آن آویزان بودید قبر شماست. تیمساحی که در درون چاه بود عذاب آخرت شماست. ارغمچینی که در آن آویزان بودید عمر شماست. موشهای سفید و سیاهی که ارغمچین را می خاییدند شب و روز هستند که عمر شما را می گیرند. پس تعبیر عسل چیست؟ پرسید آن مرد. عالم گفت: عسل همان دنیاست که از لذت و شیرینی آن مرگ و قبر و حساب و کتاب را فراموش کرده اید.